چند نوع پیسه یا پول کشورها را میشناسی؟ ایما مادر تگایم گیرت کردم نه برم دیدی خطا نمیخوری پیش من. تقریبا در برنامه بدیام ما گفت بودم که 20-21 نوع پولای کشورهای همسایه و بعضی کشورها را میشناسه. همه زن اجداد تگایم توی شرم نداری؟ من گفته بودم 21 یا 20 نوع پولای کشورهای مختلف میاریم که رفا جان باز شناسایی بکنه که کدام پول از کدام کشور است. ببین گندگی سر گندگی تو بالیاز خدا بالیاز خدا. میگه چی را میگی؟ میگه چند نوع پیسه را میشناسی؟ چند نوع پول کشورها را میشناسی؟ از کدام کشورها را پولش را میشناسی؟ میگه از ترکیه را میشناسم، از هندوستان را میشناسم، از پاکستان را میشناسم، از افغانستان را میشناسم. یک 20 نوع را میشناسم. این دقیقه گندگی را مگه مثال کی رو سوال کنم